زمان در این وادی آرام روزهای دوشنبه بازار می شد. مردم عادی می آمدند، خرید و فروش می کردند. زندگی جوش می زد. آن وقت من دهه خرد بودم، اما تقدیر به من رسالتی بزرگ داد. سال 1924 دهه پایتخت کشوری هفتم اتحاد شوروی گردید. دهه خرد به شهر تبدیل یافت، از خاموشی به حرکت. در این دوره بسیار عالمان، روشنفکران، نویسندگان و شخصیت‌های فرزانه ملت به درگاه شدند. دلم زخمی شد. من شاهد خاموش شدن چراغ‌های روشن بودم. اما حتی در تاریکی من روشنی را از دست ندادم. وقت جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت. من فرزندانم را به جنگ گسیل کردم. پسران تاجیک از کوچه های من به میدان جنگ رفتند. آنها شهید شدند، قهرمان شدند. Мне кажется порою, что солдат. اینجا دوشنبه говорит Душанбе. زنامی پاک نکرد را میادم، به هر منزل رسد پیغام میادم. سال 1991 این دوره برای من آسان نبود. من جنگ شهروندی را از سر گذراندم. خون فرزندانم بر روی من میچکید. اشک، خاموشی، ترس. اما من نشکستم. تصمیم فرزندان بننگ و آرام بود که در مرز من صلح برپا شد. من دوباره نفسی آزاد کشیدم. پرچم ملی در دل من برافراخته شد. من دیگر تنها شهر نبودم. من رمز دولت شدم. من شهر هستم. من خاطره ام. من دردم. من افتخارم. من دوشنبه هستم. در 10 سال اخیر من دیگر شدم. رشد کردم. مهمانان و سیاحان آمده از تاریخ و فرهنگم آگاه می شوند و مرا دوست می دارند. امنیت به نام دوم من تبدیل یافت. امروز مرا یکی از شهرهای امن‌ترین دنیا می شناسند. من بسیار خرسندم. وطن در دست به جانم، در دست به جانم. تجارت، ورزش، فرهنگ رشد کرد. مرکزهای معاصر پیدا شدند. اقتصاد شهر زنده گردید. بناهای بلند معاصر آسمان مرا آرا دادند. من دیگر تنها شهر نیستم، سیمای معاصر دولت. امروز من دوشنبه ام. پایتخت زیبا، آرام و روشن. من گذشته و امروز زیبا دارم. حالا آرام و آسودم، چون شهردار جوان دارم. شهردار، من خودم را به تو و تو را به خدا سپاریدم.